همین قدر کارتون باره هم از کسب انتخاب کردهتون خسته شدید؟ نه من دیگر این کار نمیکنم بس. نه من این کارمو از خوردی و چه میگه که خون بدارم دیگه هم با عادت کردیم. من این تو همین وای هم جوانو میگم که هی بچه‌ها کار کنیتون برای آبادی کار کنیتون چون که من از چخل وقت ها بود که کار کردیم یک کابینت به همون دور سال 68 کار رفتیم نوحه به 4 تا شعبه میشتیم 2 تا خانه همه عادل همجوری میشتن کنی کجا بود انا کوی نبینید من خدای شکر 3 اتاج بنا هر یک شعبه و یک تایی وای کابینت اخون این یک پیشروی جدا هم بزرگ گریه دختری عادی و سابقه داری ساحه طب در ولایت سوخت به یک سوال روزنامه‌نگار او عبدالعزیز رحیموف است. بیش از 50 سال برای سری وقت پیشگیری نمودن بیماری‌های مخصوصاً خوفناک کاربری می‌کند. از مشکلات ساحه با درد حرف می‌زند تا مسئولین برای حلش کار کنند. میگوید زمانی که به کار شروع کرد شرایط خیلی وزنین بود یعنی سال 1968 امروز شکرگزاری میکند وضعیت بهتر شده است اما همانو برای بهترتر نمودن وضع و شرایط در بیمارخانه و بنگاه ها کاربری میکند. من از نوحه اشت رفتیم ما گفتم پروتکل گفتم که همین اینجا بیان داد نوشید رئیس گفتم که همین بالنیچه کسلا بولی کسال با قالت دو بالنیچه مورد و شود شما جوابگار نگفتم هم همه گوید پیشم به الله چند هزار پول آورده گلاورش رایون به همه شمرده دادن گوید برای تعمیری این بالچه نوبسته از سابقه داری ساحه بودنش عبدالعزیز رحیموف برای پیشگیری بیماری سرایت کووید 19 سهم گذاشت. برای پیشگیری این بیماری با دکتران سرایت شناس مشورت ها گذراند. بیشتر در شهر و ناحیه های ولایت کار کرد تا سطح مرگ از این بیماری خوفناک کم کرده شود. اینجا تشخیصگاه سانیتری گیگینی است. در این شعبه بجز از دکتران پیشقدم جوانان نیز کار میکنند تا صاحب تجربه گردند. خورسان یوسفوف 3 سال میشد که در این ساحه کار میکند. وی حالا همچون یاردمچی دکتر شعبه بینهایت خطرناک مرکز نظارت دولتی و سانیتری اپیدمیولوژی ولایت کار میکند. میگوید در آغاز به مشکلی ها دچار گردید زیرا گذشتن از درس های نظریوی به کار عملی آسان نیست. نوبسته از این تصمیمش تا آخر همچون دکتر کار کردن است. وقتی که نو به فعالیت شروع کردیم البته مشکل‌های خود بود اما با دستگیری استادان البته متخصصان همین ساحه امروز مشکلی نمیکشیم. تمامی شرایط‌ها برای از خود کردن مهیا است. به مشکلی با یگان مقصد رسیدن خود غیر امکان است. مشکلی است. مشکلی که پیدا می شود این برای پیشرفت فعالیت خود ما است. صبح روز گذشته رئیس ولایت سوغ رجب احمدزاده ضمن چاره‌بینی تنتنوی که به مناسبت روز کارمندان طب برگزار شد تاکید کرد. مردم و مقامات زحمت و مهنت دکتران را هنگام پاندمی کرونا ویروس بیشتر احساس کردند. زیرا چند نفر آنها هنگام مبارزه با این ویروس دست از جان دادند تا مردم سلامت باشد. حالا نیز برای پیشگیری آن متخصصان کاربری میکنند. در ولایت سوخت 5 نمود وایی واکسن وجود دارد تا ساکنان به واکسیناسیون جلب شوند. تا امروز زیاد از 4,468,687 وای واکسن گذرانده شد که مثلا 15 آگوست سال روان 1,392,432 نفر شهروندان با وای سیوم این گرفته در برگیری گروه مقصدناک اهالی 91.4% را تشکیل میده. ضرور است که شهروندان ولایت که 30 نشان از 18 ساله بالا است با واکسن فرا گرفته شود. جهت عملی گردیدن این چاره‌بینی‌های مهم برابر طبیبان باید راهبران کارخانه و مؤسسات، رئیسان کمیته محله و محله‌خانه‌ها، فعالان شهر و ناحیه‌ها، نمایندگان ریاست‌های جوانان و ورزش، کار با زنان و عائله، کارمندان وسایل اخبار عامه،
بخصوص تلویزیون و رادیو و دیگر ساختارهای مربوطه فعال باشند و کارهای فهماندهی را بین اهالی وسعت دهند. نباید یگان باشندگان شهر نایهای ولایت از واکسیناسیا در کنار مانند. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده تاکید نمود که نوبسته از خوب بودن وضع اپیدمیولوژی نسبت به واکسیناسیا خنک نظری ظاهر نکرد، زیرا هنوز این بیماری در چند کشور دنیا اوج دارد. کارمندان ساحه طب با برابر تجلیل ایدی کسبی در کارگاه هستند و کارهای فهماندهی را به راه میمانند. همچنین برای مبارزه با بیماری‌های گوناگون در نبرد میباشند. امروز سنه 18 آگوست است. روز کارمندان طب می باشد. محض در همین روز طبیب مشرق زمین ابو علی ابن سینا تولد شده است که تجلیل باشکوه ایدی کسبی کارمندان ساحه تندرستی از آن سرچشمه می گیرد. دوستانم، امروز برای ما روز فیروزی است. آیا میشناسید این مهمان ما کیست؟ السلام علیکم. و علیکم. نخواد این کس همان عالم مشهور مولانا ابن سینا باشند؟ بله، ابو علی ابن سینا. گزارشی مفنوش کرو و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.